سلام به چنل ترندبکس، خوش اومدید. اگنس هستم به همراه دکتر ایدی مهربان. دکتر چه خبره این هفته؟ این هفته واقعا خیلی خبر بود، جدی خیلی خبر بود. دوشنبه اگه اشتباه نکنم رونالدو و همتیمیاش یعنی تیم النصر اومدن ایران و تو شهر تهران هم موندن. تقریبا 36 ساعت مجموعاً در نظر بگیری. خبر دارید تو دیگه؟ آره دنبال می‌کنی؟ آره بابا، اصلا میری تو اینستا اصلا دو دستگی خیلی بدی شده. یه عده میان میگن که چه خبرتونه، نمیدونم مثل حیوونا برخورد کردید. یه سریا میان میگن که خیلی عادیه این چیزا. خیلی دعوا و اینجور چیزا بود. جدی. ولی حالا به نظرم رونالدو خوشحال بودش داشت میومد تهران. چون ما رو میدید؟ ما رو که ندید ولی خب به نظرم خوشحال بود. چرا؟ یه سری منابع، حالا نمیخوام اسم ببرم، یه سری منابع دارم که میگن خیلی خوشحال بود. منابع خب رونالدو که اومد تهران یه سری اتفاقات جالبی افتاد. وارد تهران که شد یا نیم ساعت یک ساعت اول هیچ منبع خبری معتبر ایرانی نه ها خارجی هیچ صدایی ازشون در نیومده بود. چرا؟ سوال خیلی خوبی پرسیده بودی. چون این اینستای اونا فیلتر شده و تعجب کردن چرا این اینستای ما فیلتره. آره حتی مثلا رونالدو که وارد تهران شد رفتش نشستش رو صندلی با رفیقاش داشت صحبت می‌کرد، کلهشون رفته تو هم داشتن صحبت می‌کردن که یه سری منابع خبری حرفشون رو در آوردن که دارن میگن داداش این چرا فیلتره، چرا اینستای ما بالا نمیاد. خب اشتباه خودشون بوده. چرا بلد و ایتا رو نصب نکرده بودن؟ مگر اون آقایی که نمیدونم کی بود یکی از مسئولان نگفت برید بلد و نصب کنید؟ کوتاهی از خودشون. رونالدو بیاد هی سوال میکنن که تکلیف سیم کارتش چیه. خیال میکنن ما سیم کارت آزاد تو جیبمون داریم، هر کی میبینیم رفقامون یه دونه بهش میدیم. اگر رونالدو بیاد ایران قاعدتا باید سکوی بله و ایتا رو نصب کنه، تماس بگیره با دوستانش، فامیله، زن و بچه محلاش، همه تو کشور خودش، بگه همتون نصب کنید و خیلی خوب انشالله بتونه از این سکو استفاده کنه و ارتباط رو برقرار کنه. خیلی هم دلش بخواد این کارو بکنه. آره مثلا فکر کن رونالدو رفته مصاحبه کرده، میخوام از مدیر عامل ایتا و بله تشکر کنم که اجازه داد ما برنامه‌شو نصب کنیم. واقعا سرعت بالایی داشت نسبت به مثلا به واتساپ، حتی اینستاگرام هم لازم هم نشد. حتی رونالدو اصلا تو مصاحبهش اینجوری میگه. توی اینستا اینا دیده بودم خیلی این خبرساز شده بود دیگه. بعد میگفتن که این اپراتورای ایتا و اینا وقتی میبینن که نودای جورجینا بین رونالدو به رونالدو ارسال شد. فقط مزه خواهی وردی میخوام بپرسم چیا بین رونالدو و جورجینیا رد و بدل شده؟ 90 45 اینا. جالب. برنامه 90 هم عادل آره جالب. خوشم. آفرین. تو فرودگاه یه سری اتفاقات خیلی باحال افتاده. میگفتن سادیو مانه بازیکن تیم النصر هم تیمی رونالدو گفته بودن که خبری ازش چیست، بعد گفتن که گم شده. بعد 5 دقیقه خبر اومده که رفته بود دستشویی نبوده. طرز کارش بلد نبوده. دستشویش ایرانی بوده. چجوری باید استفاده کنه؟ بعد یه ساعت هم دنبال مثلا دستمال توالت میگشته. شیلنگی اینجا چیکار میکنه؟ چیه؟ چه استفاده ای داره؟ آره مانع رو دزدیدن کلا نیستش. تو همون فرودگاه به رونالدو یه فرش هدیه میدن، یه فرش دستباف ابریشمی اگه اشتباه نکنم. به قیمتش هم حالا چیزی که توی مثلا تلگرام و اینستاگرام پخش شده و خوندم راجبش حدود 3 میلیارد 4 میلیارد. حالا یه سری میگن 3 میلیارد، یه سری میگن 5، میانگینش میگیم 4 میلیارد. ولی رقیب اصلی این هدیه میدونید چی بوده؟ چی بوده؟ یه فرش دیگه بوده
بنز و بی ام و اینا نبوده، یه فرش دیگه بوده. فرش چی بوده؟ این فرشی که عکس بابا رونالدو رو فرش جدا باباشه؟ من آره باباش واسه که فوت شده، چندین سال پیش فوت شده. آره حتی با کسی هم که این فرش آورده مصاحبه کردن. جدا؟ آره خب فکرش خوب بوده، ایدهش خوب بوده. حالا میرم مصاحبه رو ببینیم. من میدونستم رونالدو پدرش رو خیلی دوست داره، بعد به خاطر اینکه تحت تاثیر قرار بگیره خب این عکس رو گرفتم هم خودشو ببینم هم امضا کنه هم بهش اینو یادگاری بدم. امضا کنه بهش یادگاری؟ آره اینو امضا کنه پیرنو، اینم بهش یادگاری بدم چون میدونم پدرش رو از همه اینو بیشتر چجوری درست کردی؟ خودت چی هست جنسش؟ رو فرش اینا خب تابلو فرشه. بعد اینو من سفارشی دادم، یه هفته طول کشید. آره میدونم یه هفته طول کشید تا اینو حاضر کنن. منم از تبریز اومدم یه هفته، یعنی باور کن پشت سر این بودم که حاضر بشه اینو بدم. اول از همه یه هفته طول کشیده، کار 1 ساعته نیم ساعت 1 ساعته رو یه هفته لفتش دادن تا تحویل بدن به این بنده خدا. بعد دقت کردی مثلا تو فکر کن مثلا طرفی که نه تو مثلا شما رونالدویی، من اون یارو چیزم سلام این تابلو رو واسه شما آوردم لطفا امضا کنید میخوام بدم به خودتون. چرا باید امضا کنی بعد خودت هم ببری؟ این یادگاریه مثلا امضا بزنی. بنده خدا من رفتم هدیه آوردم واسه رونالدو امضا بزنه بعد هدیه بدم به خودش یادگاری. رونالدو نمیاد میگه ما داریم زحمت میکشیم چرا امضای خودم به خودم میدی؟ واو من امضای خودم کادو نگرفتم. آره من واقعا اتفاق عجیب و غریبیه. بعد یه سری عکس از هم‌تیمی رونالدو اومده بیرون که چهرهشون مشخصه که خیلی با فضای ایران حال نکردن، پشیمون شدن، گفتم میخوام زودتر برگردیم. مثل این دوتا کاش میشد برگردم تو ذهن اینو کاش میشد برگردم. خیلی دلشون هم بخواد. بعد رونالدو با عینک آفتابی با شلوارک نشسته روی مبل از این مبل ایرانی‌ها دیدم. آره. بعد حالا یه چیز جالب بذار بگم، یه قانون هستش تو ایران، اگه آقایون لباسی بپوشن که از زانو به پایینشون معلوم باشه دفعه اول 24 میلیون جریمه میشه. یعنی الان رونالدو رو باید جریمه کنن و آره احساس کنم سری بعد بخواد وارد ایران بشه ازش پول میگیرن بعد وارد بشه. شاید الان ممنوع خروج شده بشه. دیگه خارج شد دیگه. آره خارج شده. سر همین سری بعد راحت‌تر. یه کلیپ خیلی جالب بذار بهت نشون بدم. ببین خودروی سفیر عربستان رفته دم فرودگاه امام، واکنش ایرانیان نسبت به این اتفاق رو میخواد بهت نشون بدم. سلامات بریم از جمال فاطمه بیا مادر مصطفی سلوات اصلا خندهشون هم گرفته خودشون. ولی رونالدو تو هم فرودگاه وارد که شدش 1 دل نه 100 دل عاشق شد. عاشق کی شد؟ عاشق دختر آقای درویش مدیر عامل پرسپولیس. همونطور که میدونی نمیدونستم دختر مدیر عامل. آره دخترش، من خودم هم نمیدونستم، تازه فهمیدم دختر مدیر عاملشونه. 1 دل نه 100 دل عاشق شده. مثلا نگاه کن چهره رو، چشم نگاه کن اصلا عشق داره که اصلا اینجا جورجینیا باید احساس خطر بکنه. وای من خیلی دیدم که رفته بودن دایرکت جورجینیا و پیام فرستاده بودن که داریش آره بذار نگاه کنید شما هم. آبجی جان از این کریس دیگه واسه تو شوهر در نمیاد. He is losing with a girl in Iran. Losing. سری عکسشو فرستاد نامردا. یعنی خیلی آدم فروشید. رونالدو برگرده جورجینیا سیاهش میکنه. اینجا جا داره که آهنگ اون که دهن لق سایده پخش کنیم. بعد
یه چیز جالبه دیگه آقا، رونالدو اینا واسه اینکه برن هتل کدوم هتل رفتن؟ اسپیناس پالاس تو شرک قهر. اونجا رفتن با اتوبوس میرن دیگه، یه از این اسکانیا که توی چیزا هستن، بگو ترمینال، تو ترمینالا میذارن مردم میرن شهرستان و اینا. آره. از اون اتوبوسا یه دونه برداشتن، رانندش یه مجید نامی بوده، یه دونه پست میذاره که با کپشن منتظر کریس جون. به سرخالت مگه داداش کریس جون بعد چندین سال مثل که دوباره با هم برگشتن. آخه پیوندتان مبارک. من شنیدم این راننده اتوبوسه یه مقدار خیلی زیادی، الان یادم نیست، ولی فالوور گرفته بود. طبق آخرین باری هم که من دیدم 130 کا کلی هم پیج فیک واسش درست کردن. جدا؟ فن پیج راننده رونالدو؟ نه فن پیج نه، مجید یعقوبی اسمش اینه، به این اسم بازم درست کردم با همون عکس پروفایل که نه اکانت واقعی ماییم، نه اون. آره ما خیلی استعداد تو این مدت بین جوانای ایرانی پیدا کردیم. چه استعدادایی الان میبینی؟ ادای رونالدو رو در میارن. این یه مدل دیگه. رونالدو عشق میکنه اینا رو ببینه ها. بگه رونالدو اینا. آره بعد یه پسره اسمش حالا فراموش کردم، میخواسته بره، یه پسر بچه فکرم 10 سالش هم نباشه، میخواسته بره با رونالدو عکس بگیره، تو فرودگاه نذاشتن، کلی هم گریه کرده. آدریان چرا گریه میکنی؟ برای که ما اومدیم اینجا از کرج خونمون هم اینجا از هتل گرفتیم بیان رونالدو رو ببینیم، این همه بچه به گریه انداختن ولی بازم اینا قبول نمیکنن ما رونالدو رو ببینیم. نمیذارن موجود، وقتی نمیذارم ببینیشون خودتون میدونم صاحب هتل کیه؟ اون بابا فرقی داره، اونم آدم دیگه، ما هم آدمیم، چه فرقی با ما داره؟ حالا فکر کن اگه رونالدو رو دیدی چی میخوای بهش بگی؟ هرچی میگم دیگه هیچ وقت این هتل نیاد. ای بابا. خب فکر کنی حالا برنده بازی پرسپولیس النصر کی بشه؟ نمیدونم. تو پرسپولیسی هستی خوده؟ نه. طرفدار کدوم تیمی؟ و اصلا هر چی بگم کم گفتم، طرف نه طرفدار پرسپولیس نه طرفدار النصر. رونالدو هم نسبت به سنش نباید بیشتر از 2 سال باشه که بشناسه. تازه میاد میگه من ببینمش، بهش میگم دیگه پاشو تو این هتل نذار. رونالدوی بد، چرا پا تو این هتل گذاشتی؟ خیلی بدی. گناه داره یه بچه مردم در آره رونالدوی بد، چرا اومدی این هتل؟ چرا اومدی ایران اصلا؟ برو کشور خودتون. حالا رونالدو وارد اتوبوس که میشه، مردم قشنگ هجوم میبرن به اطراف اتوبوس، سمت اتوبوس، و رونالدو یه جورایی گرخیده بود ولی از بالا یه جور داشت نگاه میکرد مردمو که منو به یاد یه کلیپ و یه شخص دیگه انداخته بودش. میدونی کی؟ نشونم بده که حد زدم. ناکن این خود رونالدوه. ناکن کیفیتش خیلی خوب نیست. شبیه آره نگاه کن دقیقا همینجوریه، انگار همونجوری نگاه میکنه. چیزه فتوشاپ نبود، واقعا رونالدو بود. واقعا رونالدو اینجوری داشت مردم نگاه می‌کرد، میمون گیره کیا افتادیم چرا؟ وای یه چی دیگه بذارید بهتون بگم. همون موقع که گفتن که سادیو مانه بازیکن گم شده، چند دقیقه بعدش اومدن گفتن که دروازه‌بان تیم النصر هم گم شده، نیستش، دروازه‌بان دوم اگه اشتباه نکنم. چند نیم ساعت بعدش یه آگهی گذاشتن توی دیوار، خیلی جالبه، یه آگهی گذاشتن تو دیوار با این کپشن، با این تیتر: دروازه‌بان سفید و عالی النصر 3 میلیارد تومان. آقا فکر کنم دروازه‌بانه رو دزدیدن بردنش کجا؟ قزوین. نگاه کنید دروازه‌بان سفید و عالی النصر. خب یه چیزی بوده که هم سفید شده هم عالی، چرا باید عالی باشه؟ این بردنش قزوین دیگه. مدل خودرو صندوقدار ردش کن. اصلا دیوار رو اصلا خیلی باحال بود. آگهی دیوار این چند وقت حالا چند تا جو آوردن میبینیم آخر کلیپ.
تو ادامه دقیقه به دقیقه رونالدو رو بگو. آره رونالدو، حالا تیم رونالدو النصر میرسن هتل اسپیناس پالاس، کلا هم 2-3 تا بیشتر ماشین امنیتی اونجا نبوده و چندین هزار نفر، آره و چندین هزار نفر هم طرفدار دنبال رونالدو حالا به هزار زور و زحمت وارد هتل میشه، میره توی طبقه‌ای که بهشون دادن، واحدی که بهشون دادن، 2 طبقه رو کلا دادن به دست تیم النصر. اونا هر جور شده رفتن اونجا، ولی طرفدار رونالدو ببین رفتن داخل، حتی در هتل هم شکوندن رفتن داخل. یه سری عکس‌ها اومدن که حتی یه سری از کوه صافو داشتن میومدن بالا. آره نکن این مثلا چجوری این بوز کوهی اینو سخت میتونه بره بالا. آره واقعا صحنات قشنگی نبود. حالا خیلی هم میگن آره همه جا فن هست، همه جا اینطوری هست اینا، ولی خب آره صحنات قشنگی نبود. آره خیلی خوب نبود، ولی مثلا نکن در اسپیناس پالاس رو اینجا شروع کردن به رد شدن از در. نکن ورود به اسپیناس پالاس آزاده، همه میتونن برن. صدایی میاد مهندگی پرخیده میگه اینجا شب آخره. آره حالا اینجا الان من تو این کلیپ جالبیش اینه که اینا همشون طرفدار رونالدو هن. 3-4 نفر دیدم بین اونا لباس تیم بارسلونا رو پوشیده بودن، طرفدار مسی. اونا چی میگن؟ نمیدونم مثلا رونالدو اونا رو ببینن با تیم بارسلونا، انتظار مثلا واکنش رونالدو چی باشه؟ بارسلونا رو پوشیدی؟ تیم مورد علاقه هم که نیست، مثلا دشمن تیم ما، یا مثلا طرفدار مسی. نه واکنششون میخواد مثلا چی باشه؟ همین که بقیه طرفدارا نزدن لهشون کنن خیلی متمدنانه. آره طرف اینجوری لباس بارسلونا رو پوشیده دارن در اسپیناس پالاس رو میشکنن، میرن داخل، دادن رونالدو حداقل لباس تو عوض کن، لباس تیم رئال مادرید مثلا النصر اصلا هیچ لباس معمولی بپوش، مجبور نیستی لباس بارسا رو پوشی، خب اونجا دعوا میشه. آخ ببین تو همون شلوغیا 2 نفر وارد شدن، 2 نفر آدم سمی بگم نمیدونم آدم سمی نگم چی بگم، مناسب اون محیط بودن، یعنی ببین فان میشد، یعنی فان شد اونجا. 2 نفر، یه دونه بدل مسی رضا پرستش، یه دونه هم یه شخص دیگه اسمشو من نمیدونم ولی بدل کریستیانو رونالدوه. و مردم فکر کردن رونالدو، هی میرفتن با اون عکس بگیرن، حتی اون یه سری هم میدونستن که بدله ولی سر اینکه حالا دیدنش رفتن با اونم عکس گرفتن. یعنی ببینید اگه مثلا ولشون میکردن تا صبح طرف میومد با همه عکس میگرفت یا بدله. نکن آره اینو دیده بودم. نکن همینجور دارن عکس میگیره. آره بعد این کار خیر کرده دیگه، رونالدو که نمیومده بیرون، حداقل پیکش اومده. آره دیگه سرگرم شدن. آره جماعت سرگرم شدن. دوشنبه که اینا وارد شدن، سه شنبه بازی داشتن. النصر با پرسپولیس بازی داشته کجا؟ ورزشگاه آزادی. مسئولین هم لطف کردن گفتن حالا که رونالدو اومده بذار یکم برسیم به خیابونه که به سمت استادیوم آزادی میرفتن و دقیقاً روز قبل بازی شروع کردن به آسفالت کردن. یا خدا. بالا حساب کن همون روزم رونالدو اینا اصلا کلا چون رونالدو اینا تیم النصر باید میرفته اون استادیوم تمرین میکرده. آره دیدم تمرینشون کنسل. آره یعنی نه فقط اینا، کل دنیا جای مثلا مسابقه داشته باشن روز قبلش میرن تمرین میکنن. آره که به خاطر این قضیه کلا تمرینشون کنسل شد. آها من فکر کردم به خاطر شلوغی کنسل کردن. اون هم یکی از دلایلی بود، ولی خب میتونستن شلوغی رو یه جورایی
چیز کنن، کنسلش کنن، میدونی مأمور یادش چی بیارن. افتادم؟ چی؟ کارتون مکوین رو یادته؟ اون ماشین قرمزه باید اونجا رو تا قبل از مسابقه سوار آره می‌کرد. ماشین ها، کارتون ماشین ها. آره بعد حالا تو همین گیروبیر میگن چی بشن؟ گیروداد ابوطالب حسینی استوری کرده، میگه آقای رونالدو مسیرت خورد یه سر اتوبان آزادگان هم بیا، چند سال آسفالتشو دارن تعمیر میکنن. حتی مثلا یه استوری دیگه هم گذاشت، میگه که اگه رونالدو سالی 2 بار بیاد ایران، تهران مخصوصا تهران شبیه لندن میشه. واقعا هم همینطوره، قبول داری؟ استادیومای دیگه برن. آره دیگه. حالا رونالدو ببین میتونم به جرئت بگم یکی از محبوب ترین افرادیه که تو 50 سال اخیر پاشو گذاشته توی ایران. حسی که نگهبان اسپیناس پالاس داشت میدونی چی بوده؟ گیم اف ترونز دیدی؟ نه. گیم اف ترونز حالا اونایی که دیدن فصل 5ش یه قسمت بودش که جان اسنو تو جنگ بود، جنگ حرامزادگان هم بود اسمش. یه جا هستش تکی میفته، کلی هم اسب دارن میان سمتش، اون حسو داشته نگهبان و همینجوری طرفدارا دارن میان سمتش. قشنگ پشم ریزون بوده، گرخیده بودش، میگفتش من واسه 5-6 میلیون تومان نمیخوام این ریسکو بپذیرم. بعد تازه این رئیس هتل اسپیناس پالاس میگه چی گفته؟ میگه که متاسفانه چند تا از اتاقامونو مردم گرفتن و قفل کردن و هرچی در میزنیم باز نمیکنن. چرا؟ مثلا اینجوری در زده آقا بیا بیرون، تا رونالدو رو نشون ندید نمیام بیرون. رونالدو رو بهمون بدید. وای چقدر احمقانه. بعد تازه به نظرم و یه سری از مردم شب چادر زدن اطراف اسپیناس پالاس. ببین این نشون دهنده مهمون نوازی ماسا. بله. ما حواسشون هست رونالدو یه وقت دزدی چیزی وارد هتل نشه، اذیت نکنه رونالدو به خاطر این. به خاطر همینه. چی فکر دیگه این؟ فکر دیگه بود. بله. رونالدو هم از پشت اون مردم این شکلی نگاه میکنه. سیگارشو. حالا ببین ناگهان شب که رونالدو میخوابه، صبح که بیدار میشه میدونی چجوری بیدار میشه؟ چجوری بیدار میشه؟ اصلا با صدای زنگی گوشیشو اینا بیدار نمیشه. حالا شاید فکر کنین کلیپ ساختگیه. نه ساختگی نیست این کلیپ، واقعیته. چرا این کارو کردی آقای وانتی؟ آبروی حیثیتمون رو بردی. دقیقا. اون پسر بچه آدین بود فکر کنم، آدین یه اسمی هم داشت، اگه اشتباه کردم تو زیرنویس بزنید، بزن پارسا. چیز بود، رفت بالاخره همون شب رفت رونالدو رو بالاخره دیدن. حالا یه سری خبرها میان میگن آقا کلی رشوه دادن اینجور چیزا، پدر مادرش کلی پول دادن رفتن داخل که رونالدو رو ببینن. عددی هم که نوشته شده بود داره 43-4 میلیون تومان بوده، تقریبا $1000 حدوداً. بعد خیلی جالبتر یه ساعت بعدش تو دیوار یه چی دیگه گذاشتن، یه آیه گذاشتن فروش بچه کرج همراه با پیراهن رونالدو. بچه اهل کرج بود دیگه. توضیحاتش نوشته سلام ما خوشبختانه تونستیم این بچه رو زندگیری کنیم و در سلامت کامل تحویل داده میشه. چقدر 200 میلیون تومان. ببین طنز تلخه، بچه هرچ هم واقعیت نداره، شوخیه. هنوز دی ان ای رونالدو روی بدن بچه و یه پیراهن هم با امضای رونالدو اشانتیون داده میشه، فقط تماس جواب میدن، یعنی مسیج بده جواب نمیده. این کلاس کاریو نگه میداره. آره ممکنه تقلبی باشی. بعد 200 تو سعادت آباد همون اطراف هتل هم گرفتن بچه رو، احتمالاً از هتل اومده بیرون گرفتنش. گفتی که تازه است دی ان ای هنوز توشه. آره دکتر این آگهی‌های دیوار بعد از کلا این ماجرا خیلی جالب بود. یکی دیگه است البته این یه دروازه‌بان تیم النصر معاوضه با 100 میلیارد. دروازه‌بان تیم النصر رو از تو پارک پرواز پیداش کردیم، خفتش کردیم، الان تو زیر زمین خونمونه. فیلمم برای اثباتش موجوده. یعنی چی؟ فیلم گرفتم بگو من کیم؟ دروازه‌بان النصر تخفیف نداره. تخفیف هم نداره. زیر قیمت گذاشتیم، ارزون تر میخوای برو دنبال بیرون.
بهراون نه قراردادش فکر کنم 90 میلیارد بود، همچین عددی بود اشتباه نکنم، حالا مطمئن نیستم. 10 میلیارد ارزان‌تره. آره. بعدی اومده گفته چسب دست رونالدو 100 میلیارد تومان. نه 100 میلیون بود. 100 میلیون آره. بود؟ آره 100 میلیون تومان. مچبند چسبی رونالدو رو همین الان پیدا کردم تو چمن آزادی. بعد بازی. قیمت کالا تو اصل و تخفیف ندارد. چسبه این چیه؟ چه چسبیه؟ مچبنده فکر کنم، یه چیز مثل مچبند. بعد یارو دستشو انداخته تو چمن آزادی. تبلیغ بعدی سس استفاده شده آقای رونالدو بود که ایشون گفتش که فلافل خورده. اثر انگشت رونالدو هم روش. خیلی خوبه واقعا. سس هم نکردن یه سس بسته بندی بزنن، یه سس استفاده شده گذاشتن. بعدی مچبند رونالدوه. چند زده؟ قیمتشو 200 میلیون تومان. مچبند رونالدو که آخر بازی انداخت روی زمین بازی در حین صحبت با بازیکنان. ببین نگاه کن، یه سم میخوام بهت نشون بدم، یعنی به شما هم ببینید سمو. این چیه دستتون و اینجا وقت شب جلوی استادیوم آزادی؟ اینو میخوام بدم که به رونالدو یادگاری لباس چی هست؟ لباسمه. لباس خودت؟ آره فقط یه بار پوشیدمش. از کجا اومدی؟ از شیراز. خب الان رونالدو که وای نمیسته بخوای این. خب اینو میخوام بدم هر جوری یادگاری. اینو از من بگیرین لطفا. اگه میشه ببینمش. من براش شعر گفتم 18 سال پیش. منو دوست داره. من تو اینستا براش پیام میذارم. اینستا هم حتی بهش پیام میده. 18 سال پیشم واسه شعر گفته. ببین دوستش داره. یکی از لباساشو فکر کنم دستکش چیزم دستشه، ظرفشویی هم دستشه، زحمت کشیده. یه کامنت هم هست میگه که به جورجینیا زیر پست رونالدو، به جورجینیا بگو رو فرشی بندازه، حیفه رو همون فرش 4 میلیاردیه. اون یکی فرشه رو که نتونست با خودش ببره متاسفانه، وگرنه اصلا اون یکی فرشه رو استفاده میکرد. حالا اینا میرن دوشنبه سه شنبه بازی میکنن، پرسپولیس و النصر. پرسپولیس 2-0 میبازه. چمن هم انقدر داغون بوده، انقدر هم روی رونالدو خطا میرن، میزننش طول بازی. فکر کنم 2 بار مصدوم شد که دفعه دوم که تعویض شد. توی این مدت، توی 1 روز و نصفی که توی ایران بود، یه اتفاق خیلی قشنگ افتاد به نظرم. یعنی رونالدو رقم زد. اونم چی بوده؟ اون عکسی که با فاطمه خانم گرفته. فاطمه خانم میدونی کی بودش دیگه؟ آره همون دختره که معلول بودش، با پای خودش نقاشی میکشیده. به نظرم خیلی قشنگه. یعنی قشنگ‌ترین اتفاقی که این مدت افتاده تو همین مدت. همین اتفاق بوده. مدت افتاده همین. چهره رونالدو موقع رفتن یه دونه کپشن اومدن زیرش زدن که زیر گاز سویت رویال شبی 43 تومن رو خاموش کردم یا نه. دغدغه فکری رونالدو مثلا مثل ما ایرانی که همش به اینجور چیزا فکر میکنیم. فیلم مجموع 36 ساعت رونالدو تهران بود. ما خیلی عادت کردیم بهش. امیدوارم که بیشتر بیاد. آره احساس کردم مثلا سالیان سال بودش که رونالدو با ما تو تهران تو همسایگی ما زندگی میکرده. نه؟ مرسی که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. آمادگی نداشتی بابا دارم عرقمو خوش میکنم. مرسی که تا آخر ویدیو همراه ما بودین. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. خداحافظ.